داستانی منطقه کولوب مرگ پرسروصدای عبدالقاهر روزیقوف را بعد بازداشت شدنش از طرف کارمندان میلیسا شهر داد. بهادر جورخان روز 1 فوریه گفت در پیوند به حادثه که اول ماه ینور امسال باعث اعتراض 10 نفر شد، 3 مامور میلیسا به بی‌صلاحیتی متهمند. یک میلیسا در بازداشت قرار داشته، 2 نفر دیگر تا انجام تفتیش به شرط بیرون رفتن از محل زیست آزاد شدند. سبب کشال یافتن تشخیص در آن است که خویش و تبارش به سرخانه زده در آمدند. دیدند یک سبب ناینجار شدنشان هم همین بود. جسد را دیدند، ترسیدند، گفتند به اکسپرتیز کولوب باور نداریم، از جمهوری آوردیم، به ما وعده دادند که روزهای نزدیک نتیجهش برمی آید. شرح داد او. 10 ساکنان کولوب روز 3 ینور در نزد سرخانه اعتراض کرده گفتند تا سببگاران مرگ عبدالقاهر روزیقوف بازداشت نشوند جسد را نمیگیرند. این حادثه در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیخت. بهادر جورخان داستانی منطقه کولوب میگوید بعضی از خویش و تبار مرحوم به احساسات داده شدند. خوب است، گنده است، بر سر این عائله حادثه مدهش آمده است. خانواده جوان با فهم هستند، همکار داریم. بعضی قوه‌ها همین قضیه کولوب را مایرانه به منفعت خود استفاده کرده ایستادند. نزدیکان عبدالقاهر روزیقوف روز 3 ینور نیز با طلب تفتیش عادلانه در نزد حکومت شهر اعتراض کردند. مقامات گشودن پرونده نسبت به اعتراضگران را هم از احتمال دور نمیدانند. عبدالقاهر روزیقوف با اتهام دست داشتن در فروش مواد مخدر شب 2 ینور در کولوب بازداشت شد و در شرایط مرموز درگذشت. نزدیکانش میگویند او زیر شکنجه جان داده است. وزارت کارهای داخلی در اعلامیه گفت او بر اثر استعمال زیاد امفتامین درگذشت. داستانی منطقه کولوب میگوید هنوز تفتیش سبب مرگ او را معلوم نکرده است.